خب جلسه قبل تا اینجا توضیح دادیم که نقش کانشسنس، نقش شعور، عقل، آگاهی در فهم ما از مطالب و ریالیتی اطرافمون چیه. So let us get into the scientific facts and proofs that why God must exist. Everything, humans, animals, matters or energies, time, space, consciousness, dimensions or universes, etc., has a designer and creator. God was the creator and designer. If not, then what? اینجا میرسیم به بخش اثبات‌های علمی وجود خدا. نکته اول این که اینجا بیان میکنیم اینه که ما الان میخوایم با فکت‌های علمی، با حقایق علمی اثبات بکنیم که خدا باید وجود داشته باشه و حالا سوالی هم که به وجود میاد جواب میدیم اینجا، چون این وسط خب خیلی شبهات علمی زیاده که دونه دونه سعی میکنیم جواب بدیم و تو خود این پرزنتیشن فقط 6 ساعت پاسخگویی به شبهات داریم که دونه دونه جواب خیلی از سوالا رو دادیم که جدیدترین شبهات علمی رو سعی کردیم اینجا جمع آوری بکنیم و قوی‌ترین و جدیدترین یافته‌های علمی رو اینجا به عنوان جواب‌های علمی براشون توضیح بدیم. همه چیز، وقتی میگیم همه چیز، این رو چندین بار میبینید تو این پرزنتیشن که وقتی میگیم همه چیز یعنی چی؟ همه چیز، انسان‌ها، حیوانات، اشیا، انرژی، ماده، زمان، مکان، آگاهی، عقل، شعور، همون کانشسنس، بعدهای مختلف این دنیا، dimensions, universes، عوالم، تمام عالم‌ها، همه چیز یک دیزاینر و یک خالق داشته، یک طراح و یک خالق داشته. خداوند خالق و دیزاینرش بوده. اگر نه پس کی؟ پس سوال ما از اینجا شروع میکنیم که شما اگر میگید که خداوند خالق نیست یا میگید که این دنیا و تمام چیزایی که داخلش، کل طبیعت یا دیزاین نشده، خالق نداشته، یا اینکه خداوند دیزاینر و خالقش نبوده، خب پس کی بوده؟ Whether there was a Big Bang at the beginning or not, and there was a beginning of time for the creations and the universes or dimensions, everything is controlled by God as in the design. Because God must be the ultimate controller of everything in any dimension or universe at any moment, including the consciousness of any human or any matter or particle or energy. If not, then what? Who and what is the God now then? Because God must be the pure, infinite, and the ultimate eternal power or source of everything at all times. And God is, was, and will be the creator or controller of everything. And nothing is merely random or is by mere accident. خب اینجا بحث بیگ بنگ رو داریم که من یه توضیح خیلی مختصر بدم.